برای مس سونگو. این چهره محمد ابراهیمی پرتاب رو انجام میده. بازم پرتاب از کمی جلوتر، پرتابی که حالا انجام میشه و توپ رو برمیگردونن داماشی ها. این سمت حقیقت صاحب توپ میشه. دروازه‌بان تیم مس سونگون. باز هم از سمت راست بازیکن تیم داماش. این هم هوادارای خونگرم داماش پرچم داماش رو بالا نگه داشتن و خیلی امیدوار هستن که بتونن این پرچم در لیگ یک حفظ کنن. داماشی های خونگرم و متعصب. مربی تیم مثل سونگون هم در کنار زمین ایستاده. این سمت هم علی نظر محمدی رو میبینید، چهره سرشناس فوتبال رشت. یک بار دیگه توپ در اختیار بازیکن تیم داماش. خطا نیست. داور خطا اعلام نکرد تا سعید طالبی اعتراض کنه به این تصمیم داور. دوباره توپ در اختیار داماشی هست. علی نظر محمدی صحبت میکنه با بازیکنای تیمش. پرتابی که حالا انجام میشه. دوباره توپ به بیرون رفته. پرتاب برای مس سونگون. محمد ابراهیمی خیلی جلو رفته، داور ازش میخواد که عقب‌تر باشه. علی نظر محمدی رو میبینید صحبت میکنه با کمک خودش. بلافاصله توپ رو میزنن بازیکنای تیم مس سونگون. بالا جایی که دروازه‌بان داماش توپ رو در اختیار گرفته. یار شماره 82 سعید ابراهیم پور دروازه‌بان تیم داماش. اعلام خطا میشه روی این چهره سعید طالبی. داور صحبت میکنه با بازیکن‌های دو تیم و میگه بهشون که چطور رفتار کنن. حالا میلاد پور محسن میاد و توپ رو بر میداره تا این ضربه رو بزنه. منتظریم تا این ضربه زده بشه. توپی که حالا میزنن داخل محوطه جریمه و توپ رو جمع میکنه دروازه‌بان تیم مس. صحنه خطای قبلی رو میبینید که رو سعید طالبی داخل محوطه جریمه خطای انجام شد، اما داور خطا نگرفت. یک بار دیگه ببینید داخل محوطه جریمه، حالا پشت محوطه بوده که کارشناسان داوری بعداً نظر خواهند داد. روی این صحنه ها در تصاویر تلویزیونی مشخص خواهد بود که چه اتفاقی رخ داده. هواداری داماش رو میبینید در ورزشگاه حضور دارن و تیم خودشون رو تشویق میکنن. دوباره پور محسن کوتاه کار میکنه.
باز هم توپ رو به بیرون میزنن داماشی ها. پرتاب رو انجام خواهند داد. علی نظر محمدی رو میبینید. یک بار دیگه مسی ها به چپ میبرن توپ رو. از همون سمت چپ میخوان حمله رو تدارک ببینن. کماکان توپ رو موقعیت رو در اختیار دارن. یه شوت و توپی که محمد طاهر امینی زد و به بیرون رفت. دوباره توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست. به بیرون میره و پرتاب برای داماش. بلالی میرزاعلی پرتاب رو انجام میده. باز هم در خط میانی بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. سعید دلاور برای میلاد پور محسن. میلاد برای طالبی. دوباره میلاد با ضربه سر. یه توپ خوبی که داشت میومد برای میلاد که یعنی میلاد زد که به سعید نرسید و پرتاب برای مثل سونگو. محمد ابراهیمی دوباره پرتاب رو انجام میده. پور محسن برمیگردونه. بازم برگشت توپ این سمت. حالا توپ به بیرون نمیره. به دروازه‌بان تیم داماش رسید. این چهره ابراهیم پور. ضعف برق و ضعف اینترنت هم ما داریم در ورزشگاه و امیدوارم که این نواقص دیگه حل بشه، مخصوصا اینترنت که خیلی اذیت میکنه. یک بار دیگه سعید طالبی از سمت چپ صاحب توپ هست. خود طالبی به کی داد توپ رو مشخص نبود. باز هم کمی عقبتر دلاور. رستمی به راست میبره. رستمی خطا برای تیم مس. باز هم اعلام خطا میشه. از سمت راست توپ در اختیار بازیکن تیم داماش قرار گرفته. ابراهیمی رو میبینید و این هم محمد رستمی کاپیتان تیم داماش. توپ رو باید بفرسته. باز هم عرض کردم خدمت شما یه خورده ضعف برق رو ما داریم و کلا گاهن دوربینا رو هم از دست میدیم.
دوباره سعید ابراهیم پور به مدافعین خودش توپ رو میسپاره. حالا از سمت چپ سعید دلاور. لیگ یک ما هستند. تیرک و گل نشد. باز هم معترضن جاماشی ها نسبت به این صحنه. توپی که میتونست یه موقع خوب رو برای داماشی ایجاد کنه اما این اتفاق رخ نداد. علی نظر دوباره مثل این سعید طالبی است که میبینید صحبت میکنه سعید با کادر فنی. این هم نمای دیگر از تماشاگرایی که پرچم داماش رو در اختیار دارن. محمد سجاد قلی بیکی، ابراهیم پور، دوباره قلی بیگی یه لحظه توپش رو گرفت فرزان دانا که اعلام خطا هم شد. حسین ابراهیمی اونجا ایستاده، خیلی توپ رو میزنه بلافاصله بازیکن تیم مثل سونگل و توپی که به بیرون میره. دروازه‌بان بازی رو آغاز میکنه، میزنه توپ رو به میانه میدان. دوباره این سهم بازیکن تیم داماش صاحب توپ میشن. یه لحظه میاد توپ رو میگیره بهزاد نوروزی کاپیتان تیم مثل سانگون. باز هم رستمی رو به عقب، آرمان لطف خدا برای ابراهیم پور، دوباره لطف خدا، سعید دلاور، پور محسن. توپ داماش بود که به بیرون رفت. پرتاب رو انجام میدن. پشت محوطه جریمه توپ به زمین میخوره اما
بازیکن داماش هم روی زمین افتادن اما خطایی نگرفت. داور سعید طالبی کماکان روی زمین هست. این چهره سعید طالبی است. این سمت توپ رو دارن میارن بازیکن تیم مثل سونگون که داماشی‌ها توپ رو میگیرن. پور محسن از سمت چپ دوباره صاحب توپ میشه. سانتی که انجام میده برگشت توپ. حالا موقعیت هست برای داماش و شوت محمد سجاد قلی بیگی که به بیرون رفت. ببینید هواداره تیم داماش رو. توپ دوباره زده میشه به میانه میدان. بازم سعید دلاور رو توپ تاثیر گذاشت. ضربه سر از پور محسن. دوباره دلاور رو به عقب. آرمان لطف خدا. پور محسن برای طالبی. طالبی با ضربه سر توپ میرسه بازیکن مثل سونگون. باز هم بازیکن تیم داماش توپ رو به راست میبرن. صدای تشویق هواداره داماش رو میشنوید و عاشقان تیم خودشون رو تشویق میکنن. دوباره فرصت هست برای بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه. گل! البته قبلش اعلام آفساید شده بود و داور پرچم خودش رو به نشانه آفساید بالا برده بود. باید ببینیم حرکت آیسته رو که چه اتفاقی رخ داد. توپی که حسین ابراهیمی وارد دروازه مثل سونگون کرد اما داور گل رو نپذیرفت. یک بار دیگه حسین ابراهیمی. خود ابراهیمی توپی که به بیرون زده میشه. وقت است اون صحنه رو ببینیم. صحنه آیسته رو که چه اتفاقی رخ داد. توپ رو اینجا زد حسین ابراهیمی که به توپ به حسین رسید. داور اعلام آفساید کرد. قطعا دوباره اون صحنه رو خواهیم دید. حالا صحنه کورنر رو ببینیم. پور محسن این ضربه رو خواهد فرستاد بر روی دروازه تیم مثل سونگون. توپی که فرستاده میشه با مشت توپ رو دور میکنه دروازه‌بان تیم مثل سونگون و توپی که دور میشه از منطقه خطر. دوباره اون صحنه رو ببینید. توپی که اینجا فرستاده شد و حسین ابراهیمی که توی آفساید بود و توپی که زد وارد دروازه شد اما اعلام آفساید شد. حالا در گوشه زمین داور میاد تا منطقه‌ای که خطا شده رو نشون بده به حسین ابراهیمی. سعید طالبی جدا میشه. داور اشاره میکنه که با سوت او باید بازی آغاز بشه. بارش باران حالا شدیدتر هم میشه و شاید تو کار دو تیم تاثیر داشته باشه. البته داماشی‌ها که عادت دارن به این فضا و این هوا. ضربه خطا رو دارن میزنن داماشی‌ها. توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و توپی که گل نشد. آها حسرت رضا پورمهدی. این دومین توپی بود که میتونست امروز به گل تبدیل کنه. رضا پورمهدی
داماشی ها باید بتونن در همین نیمه اول پیش بیفتن اگه میخوان این بازی رو ببرن. یک بار دیگه این بار اعلام خطا و کارت زرد. بالاخره کارت زرد رو میده داور به حسین فلاحیان. باید ببینیم چه کسی این ضربه خطا رو خواهد زد. بازیکن تیم داماش توپ رو سپردن به پورمحسن. هواداره تیم داماش رو قطعا خواهید دید که چقدر خوشحالن از این ضربه‌ای که به دست اومده براشون. این هم نمایی از هواداران خونگرم تیم داماش. منتظریم تا این سوت زده بشه و میلاد پورمحسن این توپ رو بزنه. حالا سوت رو میزنه داور پورمحسن و از کنار دروازه به بیرون میره توپ. دروازه‌بان تیم مس حالا روی زمین افتاده. باید به وضعیت دروازه‌بان مصر رسیدگی بشه. مهدی حقیقت روی زمین افتاده. علی نظر محمدی هم صحبت میکنه بازیکن تیم خودش. نکاتی رو گوشزد میکنه به سعید دلاور و به حسین ابراهیمی هم میگه چیکار کنه. به رضا زاهدتبار هم نکاتی رو علی نظر پورمحسن. حالا تو بازیکن مثل سونگون و خودش روی زمین افتاد. داور میره تا ببینه چه اتفاقی رخ داده. یه لحظه برگشت رضا پورمهدی صحبتی رو باهاش کرد و بازیکن مس خودش رو به زمین کوبید و کمک داور دیده که چه اتفاقی رخ داده. داور رو میبینید میاد توپ رو برمیداره میاره کنار زمین و با دراب بال میخواد بازی رو آغاز کنه. این کار انجام میده. کمک بهش میگه چیزی نشده. به هر حال یه بارم شد که نظر داوری به نفع داماش باشه، یعنی درستش رو بگه. به هر حال کمک گفت اتفاقی رخ نده. حالا دروازه‌بان دوباره بازی رو آغاز میکنه. حقیقت میزنه توپ رو. باز هم اعلام خطا. این بار خطا روی بلالی روی 11 محمد سجاد قلیبگی گرفته شد. دوباره از سمت چپ بازیکن تیم داماش و توپی که به بیرون میره. کاماکان از سمت چپ پورمحسن توپشو میزنه و توپ به بیرون میره. 40مین دقیقه از این دیدار. وارد 41مین دقیقه شدیم. 0-0 دو تیم مساوی هستن. داماش در نیمه اول موقعیت خوبی رو داشته که نتونسته به گل تبدیل کنه. حالا حسین ابراهیمی این ضربه رو داره میزنه.
خود ابراهیمی توپی که حالا میزنه داخل محوطه جریمه، فرصت هست برای بازیکن تیم داماش. گل برای داماش ثبت میشه. آرمان خدا و این هم خونگرم تیم داماش و علی نظر محمدی که در آغوش میگیره آرمان لطف خدا رو. ببینید چهره علی نظر محمدی رو. حالا 1-0 داماش پیش میفته. بالاخره دروازه مثل سونگون باز شد. داماش 1 0. ببینید هوادارا چه خوشحالی که دارن انجام میدن. کماکان دارن خوشحالی میکنه هواداره تیم داماش. این سم توپ میرسه به دروازه‌بان مثل سونگون. چقدر منظم و هماهنگ همه برگشتن اون ور دارن تشویق میکنن تیم رو و خوشحال هستن. خوشحال از گلی که به ثمر رسیده. علی نظر محمدی یه لحظه میاد صحبت میکنه با داور این دیدار. نکاتی رو هم میگه به داور و حسین زمانی هم صحبتی کرد با علی نظر محمدی. و بازی که دوباره از سر گرفته میشه. هنوز وقت نکردیم که صحنه آیسته گل رو ببینیم. گلی که از روی نقطه کرنر به ثمر رسید. ببینیم اون صحنه رو. حسین ابراهیمی توپی که فرستاد اینجا تأثیر گذاشتن بازیکن تیم داماش و توپ جفت جور شد روی پای آرمان لطف خدا و این گونه دروازه تیم مصر رو باز کرد و خوشحالی هوادارم که پشت اون دیدی. چهل و پنجمین دقیقه از این دیدار. در نیمه اول داماش 1-0 پیش افتاده است. مثل سونگون دوباره مسی ها پشت محوطه جریمه. فرصت هست برای مثل سونگون و توپی که به بیرون میره. وقت اضافه این دیدار 2 دقیقه در نیمه اول خواهد بود. منتظریم تا ضربه کرنر رو بزنن. 57 محمد ابراهیمی دورخیز میکنه تا این ضربه کرنر رو بزنه روی دروازه تیم داماش. حالا ضربه کرنر رو میزنن یا که نه هنوز؟ آره حالا میزنن توپ رو. یه لحظه اجازه نداده بود داور. توپی که میزنن داخل محوطه جریمه برمیگردونه ابراهیم پور که توپی رو برگردون این دروازه‌بان و احساس دردم میکنه از ناحیه شکم. توپی که میخوره به شکم دروازه‌بان. مصدوم هست دروازه‌بان و کماکان باید به بازی ادامه بده. حالا روی زمین افتاده دروازه‌بان تیم داماشو
باید به وضعیت این بازیکن رسیدگی بشه. میبینید تصویرشو داورم میخواد از کادر پزشکی که به زمین بیاد. علی نظر محمدی رو ببینید میاد در کنار زمین و میگه چرا بازی جوان مردان رعایت نشده. البته اجباری نیست ولی خب کاش تیم حریف بازی جوان مردان رعایت میکرد که مشکلی پیش نیاد. کماکان داره صحبت میکنه نظر محمدی. خطایی که اینجا توپ فرستاده شد، توپ خورد به شکم دروازه‌بان تیم داماش و خطایی که رخ داد. حالا کورنر رو باید بزنن بازیکن‌های تیم مثل سونگون. داور میره یه نکته رو میگه به بازیکن تیم مس. توپی که حالا میزنن داخل محوطه جریمه با مشت دور میکنه دروازه‌بان. یه بازیکن روی زمین افتاده. دوباره مسی ها. حالا توپی که دور نمیکنن چرا داماشی ها. توپی که حالا یه خورده از محوطه خطر جور میشه. دقایق پایانی نیمه اول هست. 2 دقیقه وقت طلب شدن به پایان رسیده. داماش 1 مس سونگون 0. باید ببینیم چه کار خواهند کرد. علی نظر محمدی که صحبت میکنه با بازیکنهای تیم خودش. این هم چهره بازیکن مصدوم تیم مس سونگون. توپ رو پرتاب میکنن بازیکن مثل سونگون. با ضربه سر کمی داماشی ها دور کردن و حالا سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد. تیم داماش تونست با تک گلی که به ثمر رسوند فعلا نیمه اول رو 1-0 به نفع خودش به پایان برسونه. استراحتی کوتاه خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود. نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و مس سونگون. دیداری که در ورزشگاه شهید عضدی شهرآرش در حال برگزاری است. در نیمه اول دیدیم که تیم داماش با 1 گل تونست پیروز به رختکن بره و باید حالا ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و نیمه دوم نتیجه چه خواهد شد. در تیم داماش گیلان امروز میلاد پورمحسن، سعید دلاور، سعید طالبی، محمد سجاد قلیبیگی، محمد رستمی، رضا پورمهدی، بلال میرزا علی، حسین ابراهیمی، آرمان لطف خدا، رضا زاهدتوار و سعید ابراهیم پور 11 بازیکنی هستند که علی نظر محمدی
به زمین مسابقه فرستاد و در نیمه اول هم دیدید که 1-0 جلو افتادن. اما برای تیم حریف مهدی حقیقت، میثم جودکی، محمد طاهر امینی، محمد رضا زینال خیری، بهزاد نوروزی، امیرحسین نشاطجو، ماهان احمدزاده، محمد ابراهیمی، حسین فلاحیان، فرزان دانا و محمد زینالی 11 بازیکن علی اصغر کلانتری هستند در این دیدار. توپ به بیرون میره از سمت راست و رضا زاهدتباری که توپش رو به بیرون زد. در میانه میدان توپ رو کاپیتان مسیحا در اختیار داره، به سمت چپ میبره و توپی که به بیرون میره. پرتاب رو مسیحا انجام میدن. باز هم توپی که به بیرون زدن داماشی ها. پرتاب دیگر برای مس سونگون. میزنن توپ رو به زمین تیم داماش. دوباره مسیحا کماکان صاحب توپ هستن و توپی که حالا کمی دور میکنن. دوباره از سمت راست زمین خودشون توپ رو میارن، با ضربه سر دوباره داماشی ها دور میکنن. حالا یه ضد حمله خوب برای داماش. ببینیم میرسه به توپ رضا زاهدتبار یا که خیر. بله رسید به توپ. حالا باید درست استفاده کنه از این توپ. خود زاهدتبار داخل محوطه جریمه. دوباره زاهدتبار. پنالتی نمیشه. داور خطای خود زاهدتبار رو میگیره و خطای دایو زاهدتبار رو گرفت. و بازی که دوباره از سر گرفته میشه. باز هم در میانه میدان ضربه حرکت آیسته اون سره رو خواهیم دید که چه اتفاقی رخ داد و چه چیزی اعلام شد. حالا ببینیم این صحنه رو که توپ به کجا خواهد انجامید. توپی که فرستاده میشه و از این سمت به بیرون میره. این صحنه که رضا زاهدتبار افتاد میتونست خطا باشه. ببینید رضا زاهدتبار حالا به توپ نرسید و حالا چون به توپ نرسید داور خطای خود زاهدتبار رو اعلام کرد و صحنه‌ای که دوباره میبینید حالا باز هم در میانه میدان توپ رو بازیکنان مس سونگون در اختیار دارن. دروازه‌بان تیم مس صاحب توپ میشه. 51مین دقیقه از این دیدار. مس این سمت خطای دیگر رو انجام میدن بر روی رضا زاهدتبار. بلافاصله توپ رو میزنن بازیکن تیم داماش گیلان. رضا زاهدتبار پاسی که میفرسته به کجا فرستاد توپ رو
این هم علی نظر محمد. باز هم توپ برگشت پیدا میکنه. حالا از این سمت میخوان حمله رو تدارک ببینن. بازیکنای مثل سونگون رو به عقب میارن. باز هم پور محسن میسپاره به ابراهیم پور. حالا ابراهیم پور توپ رو جمع میکنه. باز هم از سمت چپ بازیکن تیم مثل سونگون اعلام خطا میشه. این بار خطا بر روی محمد سجاد قلیبگی گرفته میشه. دوباره این سم بازیکن تیم داماش صاحب توپ. کاماکان موقعیت هست برای داماش گیلان. ببینید از توپ چگونه استفاده خواهند کرد. رو به عقب و توپی که به بیرون میزنن بازیکنان مثل سونگون. باز هم داماشی ها پشت محوطه جریمه. خطا نیست روی زاهد تبار. دوباره مسی ها صاحب توپ میشن و توپی که از این سمت دوباره به بیرون میره و پرتاب برای مثل سونگون. باز هم مسی ها در میانه میدان صاحب توپ. همونجا صاحب توپ هستن. حالا میفرستن به سمت چپ بیان رو دروازه داماش که کاماکان موفق نیستن. علی نظرآبادی میگه که توپ بیرون رفته و داور هم پرچم میزنه. هواداره داماش رو میبینید. در کنار زمین بازیکن دو تیم حضور دارن تا به وضعیت بازیکن تیم داماش رسیدگی بشه. داماشی ها منتظر گل دوم هستن و
این رو از تیمشون میخوان. حالا باید بازی رو آغاز کنم بازیکن تیم داماش و بلال میرزاعلی که پرتاب رو انجام خواهد داد. سرخیز میکنه بلال، منتظر تا داور اجازه رو بهش بده که توپ رو بزنه. کماکان بازیکن داماش با دوباره پرتاب رو انجام بدن. خود بلال میرزاعلی این کار رو انجام میده. در میانه میدان باز هم توپ در اختیار بازیکن تیم مثل سونگون هست که اعلام خطا میشه. این چهره داور این دیدار حسین زمانی که اعلام خطا میکنه. حالا منتظریم تا این توپ رو بزنن بازیکن تیم مثل سونگون. توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه با ضربه سر. توپ رو سعید دلاور به خوبی دور کرد. باز هم بازیکن تیم مثل سونگون و توپی که به بیرون میره و از کنار دروازه داماش بازی باید پیگیری بشه. تماشاگر تیم داماش رو میبینید که چقدر منظم و زیبا تیم خودشون رو تشویق میکنن. تیمی که بجز این هوادارا سرمایه دیگری رو نداره. تیم های متمول و زیادی رو ما در فوتبالمون داریم اما اینجور هوادار ندارن. هواداری که میاد تو ورزشگاه تیم خودش رو تشویق میکنه و لذتشو میبره. امیدواریم که تیم هاشون هم بتونن نتیجه لازم رو بگیرن تا این هوادارا خوشحال به خونه هاشون برن. مخصوصا تیم های گیلانی هواداره خوبی برخوردار هستن در اکثر بازیایی که ما حضور داریم. هواداره تیم های گیلانی هم میان ورزشگاه رو پر میکنن و به تشویق تیم خودشون میپردازن. واقعا یه دوربین باید بذاریم فقط این هوادارا رو نشون بده به شما. در دو نما به شما نشون میدیم با دو دوربین. حالا کمی جلوتر و این هم کمی دورتر. توپ به بیرون میره. باز هم توپ به بیرون میره. دوباره پرتاب برای مسی ها خواهد بود. داور میاد در کنار زمین تا ببینه
وضعیت رضا زاهدتبار چجوری هست که مشکلی نیست و میتونه بازی ادامه بده. حالا بازی را از سر میگیرن. نیمکت داماش رو میبینید. شهرام حمیدی روی نیمکت. نتایج همزمان رو با هم چک کنیم. چادر ملوی اردکان و آلومینیوم عراق 0-0 مساوی هستن در سری رقابت‌های جام حذفی. اما در لیگ یک 3 بازی داره همزمان برگزار میشه. به غیر از این دیدار آقای عبدی دیدیم یه لحظه، این هم حسین ابراهیمی که داره به وضعیتش رسیدگی میشه. شهرداری آستارا با آریو اسلامشهر بازیشون 1-1 مساوی هست. خوش طلایی و پارس جنوبی هم 0-0 مساوی تا پایان نیمه اول. دوباره در میانه میدان بازیکن تیم مس سونگون صاحب توپ هستن. حالا میلاد پورمحسن میاد و اجازه میده تا توپ به بیرون بره. پرتاب برای داماش. پرتاب رو انجام میدن. توپ به بیرون میره. دوباره برای مس. هوادار تیم داماش منتظر گل دوم هستن در ورزشگاه. شعاری که خودشون سر میدن و میگه بازیکن تیمشون که گل دوم رو بزنن. حالا ببینیم این اتفاق رو خواهد داد یا که خیر. دوباره زاهدتبار، خود زاهدتبار نرسید تو به حسین ابراهیمی، کمی عقب‌تر. شوت بی هدف از بلال. یه توپ دیگه داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای سعید طالبی. طالبی با سری بلند، فرصت و توپی که به کورنر میره. به کورنر رو حالا بزنن بازیکن تیم داماش گیلان. حسین ابراهیمی میره تا این ضربه کورنر رو بزنه مثل نیمه اول. پرتابشو انجام میده داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای داماش. ببینیم از این توپ چگونه استفاده میکنه. کمی عقب‌تر، یه شوت بلند که توپ به بیرون میره. این میلاد پورمحسن بود که این توپ رو زد. ثانی که توپ رفت به کورنر رو خواهیم دید. حالا ببینیم این توپ رو چه کار میکنن بازیکن تیم مس سونگون. حالا برگشت توپ. ببینید توپی که اینجا در میانه را قطع کردن بازیکن تیم مس سونگون و توپ به بیرون رفت.
دوباره بازیکن تیم داماش. یه فرصت دیگه برای داماش. گل گل تجربه حسین ابراهیمی. چه گلی میزنه حسین ابراهیمی، چه شوتی، از کجا زد. فاصله حدود 40 متری دروازه تیم مصر باز میشه. حالا داماش 2 مصر 0. این هم تماشاگر تیم داماش گیلان که دارن خوشحالی میکنن. همه رو غافلگیر کرد حسین ابراهیمی با این ضربه‌ای که زد و گلی که به ثمر رسید. ببینید از همینجا تصمیم گرفت و گل زیبایی رو به ثمر رسون حسین ابراهیمی. حالا کمی طرفدارای تیم داماشو رشتی ها خوشحالتر میشن از نتیجه که به دست اومده و خیالشون راحت تر. 2 گل رو زدن و علی نظر محمدی که خوشحال هست از نتیجه که به دست اومده، اما این پایان کار نیست. 68مین دقیقه از این دیدار. کماکان وقت داریم. علی نظر محمدی رو ببینید، لباس قبلیش که خیس بود رو در آورده، این لباس هم خیسه. در کنار زمین صحبت میکنه با بازیکنای تیم خودش. گفتم به شما در این دیدار فقط 3 امتیاز را میخواد علی نظر محمدی. حالا باید بازیکناش بتونن این نتیجه به دست اومده تا اینجای کار رو حفظ کنن تا بتونن خودشون رو در جدول رقابت لیگ 1 نگه دارن. یک بار دیگه ضد حمله برای داماش از سمت راست، توپی که میارن رضا پورمهدی برای دای تبار. دوباره حسین ابراهیمی. لقب خوبی رو دادن به حسین ابراهیمی، تماشاگر این تیم که حسین آرپیچیزن صداش میکنن تو از روی سکوها. مثل سونگون حالا میخواد 2 تا تعویض انجام بده. اکبر آفاقی و میثم نامور 2 بازیکنی هستن که قراره به زمین مسابقه بیان. حالا این کار رو انجام میدن. 70 به جای 90. سینال خیری و محمد طاهر امینی بیرون میان و میثم نامور و اکبر آفاقی وارد بازی میشن. یه بار دیگه بازیکن تیم مثل سونگون توپ رو میزنن داخل محوطه جریمه. برگشت توپ از بازیکن تیم داماش. دوباره موقعیت، فرصت هست که داماشا دور میکنن. حسین ابراهیمی باز این کار رو انجام میده. حالا ضد حمله رضا زاهد تبار. خود رضا دوباره یه شوت. گل سوم به زیبایی هرچه تمامتر رضا پورمهدی رضا گل زد. رضا گل سوم تیمشو زد. هوادار تیمش هم خوشحال کرد. علی نظر محمدی و دیگر عزیزانی که دارن خوشحالی میکنن. خوشحالی هوادار رو ببینید. دیگه باید گفت که داماش میتونه این بازی رو ببره. 71مین دقیقه گل سوم و
توپی که رضا زاهد تبار آورد و به گل تبدیل کرد. چه بازی شد. ببینید رضا زاهد تبار رو یه لحظه اومد بازیکن مثل سونگون بگیره رضا رو، اما این کار انجام نداد. گفت شاید خطا باشه. حالا اینم رضا پورمهدی که اینگونه گل رو به ثمر رسون. چقدر زیبا این گل به ثمر رسید. یا خورده خوشحال هستم بازیکن تیم داماش در کنار زمین. این هم هواداری که حالا نور گوشی هاشون روشن کردن. علی نظر محمدی در کنار شهرام حمیدی. شهرام صحبت میکنه که کیو باید تعویض کنه. چهره شهرام حمیدی رو میبینید، سرپرست زحمتکش تیم داماش گیلان. این هم یه نمای زیبا از هوادارا که میبینید در تصویر. نور گوشی های همراه خودشون رو روشن کردن و این نمای زیبا رو به وجود آوردن. یه بازیکن حالا دوباره روی زمین افتاده. ببینید هوادارا رو. خیلی باید به وضعیت بازیکنی که روی زمین افتاده رسیدگی بشه. دقیقه 73 نیدار. یک بار دیگه گل خوشگل پورمهدی رو با هم ببینیم. توپی که اینجا رضا برش فرستاد زاهد تبار و این گلی که به ثمر رسید. کار خوبه رضا زاهد تبار، نباید چشم‌پوشی کنیم. واقعا عالی اومد رضا زاهد تبار و باعث گل سوم تیمش شد. انصافا جو ورزشگاه عالی است. شبیه این مسابقاتی است که در جام باشگاه آسیا میبینیم. این همه هوادار عاشق تیمشون اومدن و تیمشون رو دارن تشویق میکنن. چه جو خوبی رو دادن به استادیوم. گل سوم زیباتر از گل دوم. اینم یه نما از ورزشگاه شهید عزادی شهر رشت. این سکوهای جلو رو هم درست کنن همه چی حل میشه. خیلی امیدواریم که این کار رو انجام بدن مسئولین ورزش استان گیلان که زحمت کشیدن تا اینجا این ورزشگاه آماده بشه. یه همتی هم انجام بدن این سکوهای روبرو آماده بشه. بازی‌های زیباتری هم خواهیم دید اینجا. حالا در ناباوری کامل هم یه گل رو مسی ها میزنن، مثل سونگون. اینجا
دروازه تیم داماش رو باز میکنن. منم یه لحظه داشتم نتایج همزمان رو میدیدم که اصلا ببینم چه اتفاقاتی اونجا رخ داده که گل اول رو حالا مسی ها زدن. 3-1 میشه بازی. تعویض برای دو تیم داره انجام میشه. 4 تا تعویض برای تیم داماش، 2 تاش برای داماشه که انبساطی رو میبینم محسن انبساطی و امیرحسین یوسفی دارن به زمین مسابقه میاد. سعید طالبی رو که بیرون کشید. حسین ابراهیمی میبینید زننده گل دوم این دیدار. علی رضا محمدی ازش میخواد که بره به هوادارا هم ابراز احساساتشون رو پاسخ بده. گل تیم مثل سونگون رو هم ببینیم. ما اینجا توپی که آوردن داخل محوطه جریمه، هر کاری کرد بلال میرزاعلی نرسید به توپ و توپی که وارد دروازه داماشی ها شد. 3-1. حالا این سهم داماشی ها که توپشون میرسه به دروازه‌بان تیم مس سونگون. نیمه اول یه خورده اوضاع اینترنت و برق اینجا خراب بود، یه خورده با مشکل تونستیم بازی رو برای شما پخش کنیم، اما در نیمه دوم خوشبختانه تا اینجای کار اینترنت اجازه داده و تونستیم بازی رو ببینیم و ما هم برای شما پخش کنیم. فقط الان باید منتظر باشیم تا داماش بتونه خودش رو حفظ کنه با این نتیجه 3-1. از الان نباید بازی رو دست بکشن که فکر کنم برنده شدن. به هر حال باید بیشتر تلاش کنن تا گلی رو دریافت نکنن و مثل همین دقایقی که داشتن حمله میکردن رو به جلو کار کنن تا خدای نکرده به مشکلی نخورن. حالا عادت دارن هواداری داماش خورده تو طول بازی هرس بخورن. نمیدونم چرا امسال اینجوری شده برای داماش و کلا تا دقیقه آخر بازی باید هرس جوش با هواداری تیم داماش باشه. متاسفانه بازی هفته قبل که دیدید دقیقه پایانی گل تساوی رو دریافت کردن، در حالی که داماش میتونست امتیاز رو از بوشهر بگیره اما قسمت نشد. حالا این نتیجه خیلی خوبه برای داماش. با حفظ این نتیجه میتونه به موندن در رقابت‌های لیگ دسته اول امیدوار باشه. داماش گیلان تعویض برای تیم داماش داره دوباره انجام میشه. 2 بازیکن به زمین مسابقه میان. امیر محمد سیمانپور به جای رضا زاهد تبار وارد بازی میشه. بلال میرزاعلی هم بیرون میاره. علی رضا محمدی و حسین خیری وارد بازی میشه.
معلومه که میخواد بازی رو نگه داره. علی نظر محمدی با این بازیکنایی که وارد بازی شدن و سیمانپوری که میتونه کمک کنه به داماش در این دقایق و از اون هم خیری که بتونه بازی رو نگه داره. ابراهیم پور دروازه‌بان تیم داماش توپ رو بلند میزنه. و گلی که داماش خورد که اصلا یادم رفت نتایج زنده رو به شما بگم بینندگان عزیز که چه اتفاقاتی رخ داد. خوش طلایی و پارس جنوبی کماکان 0-0 مساوی هستن. شهرداری آسارا گل دوم رو دریافت کرده از آریوی اسلام شهر و این بازی هم که 3-1 به نفع تیم داماش داره دنبال میشه. جدول رو هم الان با هم ببینیم. داماش میتونه تا رده 15 جدول بالا بیاد با یه بازی کمتر. شاهین بندر آمری در رده 17 جایگزین داماش میشه تا پایان این رقابت ها اگه نتایج همینجوری باقی بمونه. یعنی شهرداری آسترا میاد رده 16. ضربه خطا رو خواهند زد بازیکن تیم داماش و توپی که به بیرون میره. داماش با سه گلی که الان زد تفاضل گلش الان میشه منفی 17 و شهرداری آستارا با دو گلی که دریافت کرده میشه منفی 19 و دو تیم گیلانی دوباره کماکان در معرض خطر قرار دارن. دو بازی دیگه مونده و بدونیم چه اتفاقاتی در اون دو بازی آینده برای داماش و شهرداری آستارا و دریای بابل و شاهین بندر آمری رو خواهد داد. یک بار دیگه مثل سانگون داخل محوطه 18 قدم و توپی که راهی کرنر میشه. خیلی خطرناک بود این توپ و ابراهیم پوری که معترض هست به مدافعین خودش. علی نظر محمدی فریاد میزنه بر سر بازیکن خودش. ضربه کرنر زده میشه. باز هم توپ رو در اختیار میگیره این بار دروازه‌بان تیم داماش سعید ابراهیم پور. مسی ها صاحب توپ 85مین دقیقه از این دیدار. 3-1 داماش پیش است از مس سونگون. دوباره مسی ها در زمین خودشون توپی که فرستاده میشه و باز هم دروازه‌بان ابراهیم پور توپ رو جمع میکنه. باز هم مسی ها در میانه زمین. بازیکن تیم مثل سونگون صاحب توپ. حالا داماشا توپ رو میگیرن و اعلام خطا میشه. خطا میگیره این چهره داور این دیدار
میره یه کارت زرد هم میده به بازیکن تیم داماش گیلان. احساس کرد که خطای محسن انبساطی رو گرفت و یه کارت زرد هم بهش داد بابت اعتراضی که انجام داد. یه تعویض دیگه رو علی نظر محمدی میخواد انجام بده. محمد رضا پیروزمند قرار بازی بیاد. ببین این توپ رو چیکار میکنن. توپی که به بیرون میره. باز هم مسی ها پشت محوطه جریمه. بازیکن تیم مثل سونگون و توپی که میرسه به دروازه‌بان ابراهیم پور. علی نظر محمدی رو ببینید کلا آرام قرار نداره در کنار زمین. تیمش 3-1 جلو هست اما علی نظر محمدی میدونه که تا سوت پایان نزده تیمش برنده نیست. انبساطی حالا به سمت راست. سیمان پور فرصت عالی و گل چهارم. اینه اون داماشی که از اول فصل انتظارشو داشتن. این داماشی های حاضر در ورزشگاه و علی نظر محمدی. داماش 4 مثل سونگون 1. گل چهارم در حالی به ثمر رسید که تعویض هم میخواست انجام بگیره برای داماش. محمد رضا پیروزمند، رضا پور مهدی. تعویضی که در کنار زمین داره انجام میشه. علی نظر محمدی صحبت میکنه با پیروزمند. به بازیکن‌های جوان خودش هم علی نظر محمدی اعتماد میکنه. سیمانپور فرستاد یه گل رو زد برای تیمش. علی نظر محمدی گفت به ما که نمیذاره داماش سقوط کنه. تمام توانمو گفت میذارم تا این تیم در لیگ 1 بمونه. یه خورده اگه بازی قبلم شانس یارش بود با 3 امتیاز میومد بیرون. تیمش خیلی خوب کار کرده در این چند بازی اخیر. مربی کاربلد که میگن اینجوریه. مربی که میدونه در طول بازی باید چه کاری رو انجام بده، چطور به بازیکناش روحیه بده که بتونن بازیکناش نتیجه لازم رو بگیرن تو زمین. جا داره یه تشکری هم بکنیم از مالک باشگاه داماش گیلان جناب آقای نعیمی پور که زحمات زیادی رو کشیدن تا این تیم رو بتونن با تمام مسائلی که وجود داشت حفظ کنن. خیلی زحمت کشیدن برای این تیم. هزینه‌های بالایی که تیم داره تا اینجای کار تمام هزینه‌های لوجستیک رو پرداخت کردن و خدا رو شکر تیم از لحاظ لوجستیکی دیگه بدهکاری نداره. 5 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم در نظر گرفته میشه. جایگاه بالا رو میبینیم. جهانبخش آرمان در کنارش آقای ناظمی نشسته و آقای یوسفی رو میرزیدن مالک باشگاه سپیدرود به هر حال در جایگاه حضور دارن و دارن بازی رو میبینن.
این سمت هم از هیئت فوتبال آقای شهاب مومنی، آقای حاجی عباسی و رضا رویان و آقای رجب زاده کاندید هیئت فوتبال که خودشو کاندید کرده بود همراه علماس خالی که به نفش کنار رفت، الان میاد در جایگاه ویژه میشینه. جالب بود. خب برگردیم به بازی. 3-1 4-1 داماش پیش هست. 3 گل اختلاف، نتیجه خوبی که برای داماش به دست اومده. اکبر خدا داده برای تیم مس قراره به زمین مسابقه بیاد به جای بازیکن شماره 17 خودشون. این هم علی وهابی راوتمی هیئت فوتبال که در تصویر دیدید. زحمت زیادی رو کشیدن از این پایین پیگیر نتایج همزمان هستن. خوشبین ترین هوادار داماش هم فکر نمیکرد که امروز 4 تا گل رو از تیمش ببینه. 4 تا گلی که یکی از یکی زیباتر به ثمر رسید و هواداره تیم داماش رو یه خورده از اون التهاب همیشگی در آورد. یک بار دیگه مسی ها، علی نظر محمدی. تو به بیرون میره برای داماش گیلان. حالا در نتایج همزمان هم بازی تیم شهرداری آستارا 3-2 به نفع آستارا داره دنبال میشه. در دقیقه 92 گل زدن آستارایی ها و اون بازی 3-2 داره دنبال میشه. حالا با این نتیجه باید ببینیم که جدول چه خواهد شد. لیگ دسته اول ما دستخوش تغییرات میشه در ته جدول. اگه آستارا بازیشو ببره 30 امتیازه میشه و داماش با این برد 27 امتیازه که اینجا هم سود پایم به صدا در میاد. داماش میره در رده 16 با یه پله سود و باید منتظر نتایج دیدارهای دیگه باشیم تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. تا اینجای کار که داماش 16 هست. دیگر بازی هم امروز داره برگزار میشه و باید ببینیم که در پایان چه نتایجی رقم خواهد خورد برای تیم داماش گیلان و هواداره خونگرم این تیم که در حال در بازی های بعدی نتایج لازم رو خواهند گرفت. من هم از حضور شما بینندگان عزیز
خداحافظی میکنم. امیدوارم که شاهد این باشیم که در بازی‌های بعدی تیم داماش بتونه نتایج لازم رو بگیره و هواداره خودش رو خوشحال کنه و در لیگ یک بتونه موندگار بشه. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. از حضور شما خداحافظی می‌کنیم تا دیدار بعد. خدایا رو نگهدارشون.